اینجا بیمارستان شهید محمدی بندرعباس هست که ببینید این اوضاع. اینجا در نگهبانی هست که مردم برای اینکه عملی دارن باید توی صف این تو صف دارن همراه مریض. بنده خدا همراه مریضم. ببینین اونجا همش مریض دارن، اینا شب اینجا میمونن. آخه چرا باید بندرعباس بگی بزرگ؟ اینا ببینین همشون شب الان ساعت 7:30 صبحه دقیقا. ببینین 7:30 صبح مردم بی‌پناه اینجاها میبینید اینا همه جایی ندارن. بنده های خدا اینجا موندن شب تا صبح. اینجا عزیزاشون توی در حال بیمارستان هستن. آیا این درسته؟ این بندرعباس مرکز استان با این همه درآمدی استراحتگاهی برای این مردم که غریب هستن، جایی مکانی ندارن، باید اینجا دوری آواره باشن. اینم یه فروشگاهی که واقعا به قیمت چی بگم، آخر هر چی بگم قیمت های گزاف میاد وسایلشو عرضه میکنه. یه لیوان چایی رو باید خدا تو من بخرن یا یک کیک. چرا مسئولین بندرعباس فکر نمی کنن؟ خب این معلومه. ببینید این مردم همه پتو آوردن اینجا خوابیدن. مشخصه که چه خبره اینجا. چرا شهر بندرعباس باید چنین باشه؟ بزرگترین بیمارستان اینجا رو ببینید، واقعا شرم‌آوره برای استان هرمزگان. شرم‌آور، خدا شاهد که چنین بیدر و پیکر بیمارایی بیان مثلا امکانات برای همراه بیماران نداشته باشن. خیلی زشته. آیا ببینید این من این مرا همه گرفتن. شما همه عزیزایی دارن که در حال چشم انتظارن که اینجا ببینیم. اینم در به اورژانسشه. ما خودمون حالا هم اومدیم امروز، اینم مریضه، خواهیم ببریم عملش کنیم، ولی متاسفانه اهمیت نمیدن، راه نمیدن. ببین بیمارستان به این بزرگی نمیشد یه استراحتگاه برای این بیمارایی که از شهرهای دور، از به هر حال از جزایر میان، از قشم یا از هرمز یا از مینا رودان، به هر حال همه جا میان. آیا درست نیست که یه جایگاهی درست کنن که مردم بتونن استراحت کنن؟ امیدوارم مسئولین به فکر باشن. اینجا در شأن مردم بندرعباس نیست. امیدوارم مسئولین دست به کار بشن، یه فکری به حال مردم بکنن.